نشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دبوی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی رهنا رهنا گل عشق بری رهنا. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بازار روز یا بازار محلی لاهیجان. امروز پنجشنبه 17 بهمن ماه و ساعت حدود 9:30 صبح. لاهیجان بازار هفتگی نداره و بازار محلی در اون به صورت همه روزه در بخش‌های خاصی برگزار میشه. بخش محصولات محلی و تقریباً سنتی تر در خیابان کاشف شرقی در نزدیکی میدان چهار پادشاه یا همان وحدت اسلامی برگزار میشه. این بخش تا ظهر بیشتر فعاله و بخش محصولات محلی روستاییان در اصلها خیلی محدود میشه. پس اگر قصد خرید محصول محلی تازه یا بازدید دارید، تایم صبح رو در نظر داشته باشید. در این ولاگ ما از این بازار شروع و بخش‌های دیگه مثل بازار روز شماره 3 سری خواهیم زد و برای ضبط یک ولاگ کاملتر با همه این محصولات محلی که عرضه میشه صبح زود به این بازار اومدیم. در پشت این بازار محله دهه 60 گابنه قرار داره که اکثر بافت قدیمی خودش رو حفظ کرده. اگه علاقه به دیدن بافت قدیمی و محله های دهه 60 دارید، ولاگ محله گابنه لاهیجان کانال ما رو حتما نگاه کنید. لاهیجان عروس گیلان از شهرهای شرق گیلان و در همسایگی شهرهای لنگ آستانه و سیاکل قرار داره. فاصله این شهر از مرکز استان گیلان یعنی شهرت حدود 40 کیلومتره. لاهیجان قطب گردشگری شمال ایران هم هست و سالانه مسافرهای زیادی برای دیدن به اون سفر میکنن. بام سبز، آبشار شیطانکو، تله کابین، استخر یا دریاچه لاهیجان بخش‌هایی از این جاهای دیدنی هستند. پل خشتی، تالاب سوختکو، سوستان و حاجی آباد، روستاهای زیبا، مزارع چای مثل سرچشمه، مزرعه قوها، مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران و موزه چای بخش‌های دیگری از این جاهای دیدنی هستند. شهرستان لاهیجان در بندر امیرآباد به دریای خزر هم متصل میشه. از خوراکی‌های معروف لاهیجان میشه به کلوچه، کوکی، چای مرکبات و کتلت‌های خوشمزه‌اش اشاره کرد. داخل پلیلیست شهر لاهیجان کانال ما ولاگ‌های زیادی از این جاهای دیدنی وجود داره. پیشنهاد میکنم که حتما بهش سر بزنید. لینک پلیلیست رو برای دسترسی راحت‌تر شما در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، جاهای دیدنیش و بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزیمون هم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک کانال رو در قسمت توضیحات قرار دادم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
سی کلا همین شد 345 شد 240 اینا بوم آقا همین این نوکر سیده گم کی بالا میشه بالا سلام دنبال شوکی بود پلاستیک کیلو آته من از بچگی تنها سمتیش Halva Gülen'den.
گردو قاهده رو گندر محلی سنتی محلی
حسین همراه شما بودن در این سمنون
دستو من قربان آقای رضا پور چی خریمون خودش گفت قبلا این تابلو داشت.